ساعت با وقت پراگ 10:01 است و معمولا 5 روز در یک هفته ما در همین وقت برای شما سرخط خبرهای روز رو تقدیم میکنیم تا اینکه بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 با وقت پراگ شما در برنامه خبری رادیو آزادی که از آزادی ویدیو تقدیم شما می شود به ما بپیوندید و این برنامه هم چون حالا در پخش مستقیم پیشنهاد شما میشد عزیزان و تشکر میگیم با آنهایی که دویم این برنامه رو تماشا میکنند و همزمان فکر و پیشنهادها و هر خبر و ویدیو و عکسی که دارند در اختیار رادیوی آزادی میگذارند. با امید همکاری بیشتر با شما نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. طوری گفتم مقامات تاجیکستان میگویند روند مهاجرت مهنتی سال 2018 1% کمتر شده است. گفته می شود سال گذشته نزدیک 425,000 نفر مهاجران مهنتی به وطن برگشتند که به گفته مقامداران به معنای موسمی بودن مهاجرت مهنتی است. سالهای آخر ساکنان تاجیکستان در برابر روسیه که با بحران شدید اقتصادی روبروست و به مهاجران هم روزی خوش نمیدهد راههای دیگری کار در خارج را جستجو دارند. در تاجیکستان در برابر اجنسی تامین کار در خارج باز 15 شرکت خصوصی به تامین مهاجران با کار در بیرون از کشور مشغول بوده است. مسئولان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند آنهایی که توسط شرکت ها به مهاجرت میروند کفالت اجتماعیشان بیشتر است. در صورت پیش آمدن مشکل به مانند نپرداختن مزد مهنت یا سند بود باش شرکت موظف است آنها را حل کند. اگر در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید خواهید فهمید که ساکنان تاجیکستان از مقامات به کدام کشور برای به کار فرستادن آنها درخواست میکنند. تاجیکایر که اکنون رهبری نو دارد نشستی مطبوعاتی میدهد. این شرکت دولتی هواپیمایی در مدت کمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر داده است ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم به گفته کارشناسان و خود مدیران سابق تاجیکایر دخالت بیش از حد مقامات دولتی به کار آنها است. تاجیکایر تا 1 ینوری سال 2018 هم 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوینگ است که تا روز 5 ینور اساساً به روسیه به دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد بد شدن احوال شرکت حکومت برنامه مخصوص دستگیری دولتی تاجیکایر برای سالهای 2018-2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد ولی 4 ماه نگذشته تاجیکایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامانر دادند. به شرکتی که از بدتر شدن احوال تاجیکایر منفعت دید و تعداد پروازهایش را زیاد کرد. خب خواهیم دید که مدیر نو در صحبت با خبرنگاران در رابطه با فعالیت منبع تاجیکایر چه حرفای تازه خواهد گفت زیرا همکاران ما به این نشست خبری رفتند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا به طور غیر منتظره و اعلان نشده برای دیدار با فرماندهان ارتش آمریکا و مقام‌های افغان به افغانستان رفته است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که گفتگوها میان واشنگتن و طالبان برای برقراری صلح در افغانستان ادامه دارد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا پاتریک شانهان در افغانستان تاکید کرده است که حضور حکومت مرکزی افغانستان در مذاکرات صلح مهم است. آقای شانهان میگوید افغان‌ها در مورد اینکه کشورشان در آینده چه شکلی خواهد داشت تصمیم گرفتند. این موضوع مربوط به آمریکا نیست، موضوع وابسته به افغانستان است. ضمناً پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به جنبش طالبان پیشنهاد کرده است که در کابل نمایندگی خود را باز کند. درباره این پیشنهاد غیر انتظار بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری با تفصیل برای شما صحبت خواهیم کرد. مادر در حبس خانگی دخترش در شفاخانه درگذشت. دیروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه راهپیمایی همدلی با آناستاسیا شفچنکو فعال جامعه شهروندی برگزار شد که در حبس خانگی نگاه داشته می شود. این راهپیمایی زیر عنوان مادران به خشم آمده برگزار گردید و این فعال جامعه شهروندی چندین دفعه درخواست نموده است که دختر بیمارش را در شفاخانه خبر بگیرد، اما مقامات روسیه تنها 1 بار و اونم پیش از فوت دخترش به او اجازه دادند که در شفاخانه دخترش را ببیند. شرکت‌ران راهپیمایی که با همدلی به این فعال جامعه شهروندی به خیابان‌ها برآمده بودند مورد حمله قرار گرفتند. چون و چرای این موضوع رو شما همین گونه میتونید در برنامه خبری بفهمید و همچنین یک خبر هم داریم در رابطه با اون که رئیس خدمات امنیت ازبکستان برکنار شده است. چرا؟ با ما بیایید بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی
дар YouTube дар бораи ин хабар ва дигар мавзӯи муҳиме ки то шурӯи барномаи хабарӣ дар дасти мо худо хоҳад бирасад барои шумо мо хоҳем гуфт ва ҳамин гуна то оғози барномаи хабарӣ ва ҳамчунин баъд аз он фиристодани хабар аксу наворо ба унвони Радио Зуди фаромӯш накунед. мо ҳатман ҳамаи он маводҳое ки шумо барои мо мефиристед пайгирӣ мекунем. танҳо як хоҳиши ин аст ки аксу наворҳои худро ба рақами Радиои Озодӣ ба WhatsApp ва Viber бифиристед, чунки гирифтани наворҳо аз имо ба сахтӣ даст медиҳад. با امید همکاری و تا ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر.